سیحه آوازی صفحه 96. این سیحه آوازی به این دلیل آوازی بهش گفته شده که درش از شعر استفاده شده و تفاوت زیادی با ساختار سیحه عادی نداره. انداز فرم ملودیک مثل هم هستن و باز همچنان میبینیم که نوت سل خیلی اهمیت داره. نوت میکرون به عنوان نوت فرود موقت و نوت ر به عنوان نوت فرود کامل درش به کار رفته. در اینجا باز از وزن مفاعیلون فعولون استفاده شده که هزج مسدس محذوف هست در دو مصرعی که در این مجموعه وجود داره. در سیحه قبلی که گفتیم اون هم همین وزن رو داشت و یک بخشش یک مفاعیلونش تکرار میشد. چون این مفاعیلون به نظر ما تکرار می اومد، ما همون هزج مسدس محذوف در نظرش گرفتیم. اما اگر اون رو به عنوان تکرار ندونیم، یعنی وزنش رو مفاعیلون فعولون در نظر بگیریم، وزنش هزج مسمن مکفوف محذوف خواهد بود. دانگ‌هایی که در این قطعه استفاده شده، یکی دانگ لا سیکورون دو ره هست به عنوان پیش دانگشو، ره میکورون فا سل دانگ اصلیشو، همزمان یک دانگ چهارگاهه، ره میکورون فا دیز سل که 3 ربع پرده، 1 ربع پرده و نیم پرده میشه دانگ چهارگاه. و بعد سل لا سی بمول دو که دانگ دشتی هست. این دانگ چهارگاه چرا به کار رفته؟ چون در یه قسمت، یعنی در خط پنجم ما داریم میگیم سل که در خیلی از دستگاه ها این حالت در هنگام فرود وجود داره. در موسیقی آذری هم این فرم رو زیاد میبینیم. در اینجا با 2 نگاه میشه بهش نگاه کرد. یکی این که بگیم این یک نوت متغیر لحظه‌ای هست به عنوان یک حالت و اون رو جزء دانگ بندی، یعنی دانگ چهارگاه رو اصلا در نظر نگیریم، براش بگیم به عنوان یک نوت متغیر هست. تو موسیقی غربی هم این رو به عنوان نوت زینت در هارمونی میشناسن. میتونیم هم با این نگاه بهش نگاه کنیم که در اینجا راهی برای رفتن به بیات اصفهان به وجود اومده. چون وقتی ما و دقیقا از اینجا میتونیم از ابوعطا بریم به بیات اصفهان و یک نوع پرده‌گردانی انجام بدیم یا مرکب نوازی بکنیم. البته در اینجا به بیات اصفهان زیاد نرفته و به سرعت دوباره برمیگرده فرود میکنه به سمت شور. ابتدا یک دور قطعه رو میخونیم. از میکرون با انگشت اول شروع میکنیم. انگشت اول میاد رو فا، که اینجا یک تحریر نشیب بود. باز تحریر نشیب یه پله عقب‌تر،
انگشت اول میاد رو میکرون، می فا سول 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 می فا، سوم میاد رو می فا، فا میره، فا رو به می با تک بس میکنیم، تک تک، بعدش ریز شروع میکنیم میریم روی ره و بعد دور بند میریم روی می و بعد روی ره تک میزنیم، فا میره مفاینون مفاینون فعولون. انگشت اول میاد روی فا، تحریر چکشی رو میخوایم اجرا کنیم. فا سولا راست چپ راست، سول سول فا سولا راست چپ راست چپ راست، که اینجا سولا رو میتونیم اشاره بدیم به لا. دوبار میگیم سول سول فا سولا، سول سول فا سولا، سول سول فا سولا. دفعه سوم از فا به سول یک یک میایم پایین، سول سول فا سول، ریز میدیم به سمت لا و بعد تحریر نشیب رو داریم، لا لا سول سول فا فا می می. همین تحریر چکشی و نشیبش یک پله عقب‌تر از میکرون اتفاق میفته. می فا سول فا فا می فا سول فا فا می فا سول فا فا می فا سول سول فا فا می ره ره می. بعد میریم سراغ سول و اون دانگ چهارگاه ره میکرون فا سول رو میخوایم نمایش بدیم با فا دیز، سول 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 سول، که دو حالت میشه این رو اجرا کرد. یکی با تک سول رو میزنیم اشاره میدیم به فا دیز و بعد برمیگردیم به سول، یا با تکریز، یعنی روی نوت سول تک رو میزنیم بقیه رو ریز میدیم، بعدی همینطور و بعدی هم همینطور. در اینجا دو نگاه هست، یکی اینکه این نوت فا دیز یک حالت نوت متغیر لحظه‌ای و ایجاد یک حالت در موسیقیه که در موسیقی آذربایجان هم این حالت رو زیاد میبینیم. در فرودها معمولا اتفاق میفته، در اکثر دستگاه‌ها این حالت رو ما داریم، این نوت متغیر به این شکل رو که نیم پرده‌ای میشه و بعد برمیگرده. نگاه دوم اینه که ما از همین میتونیم استفاده کنیم بریم به بیات اصفهان و پرده گردانی کنیم یا مرکب نوازی که راه بسیار خوبی برای حرکت از شور و متعلقات اون به بیات اصفهان خواهد بود. البته اینجا حرکتی خاصی به بیات اصفهان نکرده و بعد به سرعت فرود میکنه به همون دانگ شور. فا به کار میشه، بگیم فا می فا می ره می فا سول، بعد اینجا شد سول 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 سول، دوم میاد رو میکرون میر، فا به کار میشه، فا می فا می ره می فا سول، راست چپ راست چپ راست چپ راست راست، می فا ره میر، انگشت اول میاد رو میکرون، می فام فاس فاس میره دوره، راست چپ راست چپ راست راست، بم. دل از من برد دوی از من نام کرد، خدا را با کی بازی دان کرد.
Thank you.